چهارم نفری را که پیامبرمون میگه مرا بردن پا پیش اونها کی بود؟ میگه در خون میگه مردی را دیدم شنا میکرد، در درون خون شنا میکرد. در خون شنا میکرد، در آب نه، در یک حوض خون شنا میکرد. مانده میشید، خسته میشید، میخواست که کنار دریا بیاید. وقتی که کنار دریا میامد میگه یک نفر دیگه با سنگ میزدش. گرسنه بود میگه دهنش وقتی میکشد در دهنش سنگ میانداخت. گویم در درون همون خون شنا میکرد. پرسیدم این چهارم نفره، پرسیدم این کی هست که به یه حالتی بگیم ناگوار روبرو است؟ گفتین در دنیا مردم پول با پرسنت میداد. یعنی وقتی پیش میرفتی میگفتی برادر ضرورت دارم، خیلی قرض حسنم بده، انشاءالله پیش خداوند پاداش میگیری، اجر میگیری. این میگفت نه، میگفت من تو را مقصد میتم پولو ولی با پرسنت میتم. یعنی $1000 میتم، 10% $100 میشه، $100 آورده در دست من میتی. برادرها و خواهرای گرامی، وقتی شما با برادر مسلمان اختون رحم نداری، او بیچاره $100 یا $200 آدم میاد قرض میکنه، از کجا میابه؟ شما این حق ندارین. ریبا خوردن، پرسنت خوردن این حرام ای نگاه دین. در بعضی روایت ها آمده است که یک نفر اگر با 36 زن زنا کند برابر نمی شود در گناه با کسی که اگر یک سامانی فایز میگیره، پرسنت میگیره. گناهی این در برابر شده نمیتونه. زیرا یک بیرحمی ای، یک بی انصافی ای که این بیچاره ضرورت داره و تو به مثال در بالای غم همین مشکلات همین یک غم یا مشکلات دیگر را با شریک میکنی. برای همین در آیت قرآن آمده است که کسی که در دنیا برادر مسلمان شد با پرسنت اگر قرض میتید، خودش به جنگ من آماده کند. یعنی با الله جنگ کردن است. و حال شبین در روز قیامت که در درون خونی نامعلوم که خونی همون ریباخورا و پرسنت خورا باشد که در اونجا جمع شده است و اینا در درون خون یکدیگر آبازی میکنن، شنا میکنن. آبی مینوشیدگیشان خونی همون نفرای هستن که در دنیا خونی مردم هم میخوردن. بین چقدر خاریه برای شما. اگر دادنی نیستی نتی، تماما بگذار ملال شود و به فایز نتی. زیرا حال ترا بین در قیامت چی است؟